بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و مهرورز. بینندگان عزیز، سلام و درود خدا بر همه شما باد. با درس دیگر از درس‌های دام‌های شیطان. در برنامه گذشته گفتیم که شیطان 7 راه کلی را انتخاب میکنه برای گمراه کردن انسان‌ها که بالاخره از یکی از این راه ها وارد میشه که انسان رو گمراه کنه. بحث مهمترین هدفش هم اینه که انسان نافرمانی خدا کند، بندگی خدا نکند. حتی احیانا اگه بندگی خدا هم میکنه بر اساس دستور خدا نباشه، بر اساس هوا هوسش باشه. اگه دعوت به دین میده بر اساس مصلحت خودش باشه، بر اساس هوا هوس خودش باشه، نه بر اساس اینه که خدا چی فرموده، پیامبر چی فرموده، چگونه انسان زندگی کند، چگونه دعوت بدهد. همه اینها میخواد که انسان بدور از خدا باشه. این هدف شیطان هست. حالا به هر نحوی میخواد انسانو دور کنه. اگه تونست که کلن از خدا دور کنه، کافرش کنه، مشرکش کنه، این مهمترین و خوشحال کننده ترین راه برای اوست. اگه نتونست میاد اونو به بدعت میندازه، نتونست گناهان کبیره، نتونست اونو وارد میکنه در گناهان صغیره. اینجا رسیدیم. گناهان صغیره خب خیلی راحت تر هست. انسان در طول زندگی شبانه روز چقدر ما اشتباه میکنیم. شیطان میخواد که این گناهان کبیره ما را وارد کنه، کم کم بشه راهی برای انجام دادن گناهان کبیره. خب مرحله بعد از گناه کبیره وقتی میاد انسان غوطه ور میشه و بعد امکان داره میخواد توبه کنه، میگه نه دیگه خدا تو را نمیبخشه، ناامیدش میکنه، اونو در شرک و کفر میندازه. نگون از کجا وارد میشه که پله پله هی اونو میبره به طرف کفر، به طرف شرک، به طرف گناه. خب حالا گناهان صغیره رسول الله یک مثالی زدن. این گناهان صغیره که انسان این وقت متوجه نیست، هی انجام میده، براش عادی میشه دیگه، تا جایی که باعث هلاکت انسان میشه. رسول الله میفرمان که گناهان صغیره مثل مردمانی هستن که رفتن سفر، چندین نفر هستن، هر کدام میاد پاره از هیزم، از هر چیزی که پیدا میکنه توی بیابون جمع میکنن، یه آتشی را میندازن و غذاشونو میپزن. با این کوچک ها، با این خس و خاشاک ها تونستن یه آتشی برپا کنن. رسول الله میفرمان که گناهان صغیره هم همین گونه است. وقتی که انسان دیگه هی گناهان کبیره را صغیره را انجام میده، دیگه زشتی گناه از چشمش بیرون میره، دیگه عادت میکنه، دیگه انجام میده. وقتی که انجام داد دیگه میره به طرف انجام دادن گناهان کبیره. چرا وقتی خدا فرمود که یه گناه کبیره را حرام کرده، تمام راههایی که به اون منجر میشه را حرام کرده. گناهان صغیره هم که به اون منجر میشه گفته نکنید، انجام ندید که شما را به این میرسونه، به این راه میرسونه. خب آتش چگونه برپا میشه؟ با همین کوچیکا، با همین خار و خاشاک ها هست که خس و خاشاک ها هست که میتونن یه آتشی برپا کنن. پس شیطان از این دروازه وارد میشه، میگه گناه صغیره است، اشکال نداره بابا، خدا آمرزنده و مهربان هست. خب این دروازه وارد شد. اگه نتونست در اینجا همونو، البته خب ما میدونیم که در احادیث هم زیاد تأکید شده که انسان با انجام دادن کارهای خیر این گناهان صغیره که در طول شبانه روز مرتکب میشه بخشیده بشه. حتی با حضور قلب، با حضور ذهنش. مثلا وقتی وضو میگیره گناهش بخش، وقتی میره خارج از خونه میره دعا میکنه، میره به طرف مسجد، وقتی وارد مسجد میشه، همه اینها وقتی که انسان با حضور قلب انجام بده، اون گناهان صغیره‌ای که انجام داده رو خنثی میکنه، نمیذاره که بر روی انسان تأثیر بذاره. زیرا این گناهان صغیره مثل یک نقطه‌های کوچیک هست که روی قلب انسان درست میشه تا جایی که نقطه‌ای بزرگتر میشه. خب اگه نتونست اونو در گناهان صغیره بندازه که همیشه مرتکب بشه و انجام دادن صغائر براش خیلی ساده و بی ارزش باشه، اگه نتونست این کار انجام میده، اونو مشغول میکنه به کارهای مباح. نه ثوابی داره نه گناهی داره، هیچی. مشغولش میکنه، اونو مشغول میکنه به کارهایی که هیچ چیزی نداره، ارزشی ثوابی نداره. اگه نتونست این کار انجام بده هم میاد مرتبه ششم، دروازه ششم براش باز میکنه. این دروازه
اینه که اونو مشغول میکنه به کاری که خوب هست، اما میخواد به وسیله انجام دادن این کار خوب اون از یک کار مهمتر، بهتر و خوبتر مشغولش کنه. مثلا اونو میگه که خب همیشه هر روز روزه بگیر، خیلی ثواب داره، خیلی اجر داره، پاداش داره، این بوی دهان روزه دادن نزد خدا چقدر ارزش داره، یه دروازه است در بهشت فقط مال روزه داران. اینقدر اونو تشویق میکنه به انجام دادن. حالا من مثالو میزنم به روزه رو که روزه میگیره. خب وقتی که انسان دائما روزه میگیره، ضعف و ناتوانی بر بدن انسان مستولی میشه، انسان خسته میشه، بیمار میشه، امکان داره. خب اونو از کارهای مهم دیگر، کارهای حالا چه بحث تدریس باشه، کارش باشه، کار خانواده باشه، همه اینها دیگه نمیتونه انجام بده دیگه. اونو از یک مهمتری باز داشته و اونو بعد میاره در یک گناه میندازه دیگه، کم کم اونو در گناهان دیگه میندازه. اینجاست این قضیه خیلی دروازه خطرناکی باز میکنه، چون معمولا ما متوجه نمیشیم. کی میگه که مثلا روزه گرفتن، دعوت دادن به روزه گرفتن این وسوسه های شیطان هست؟ هیچ که به ذهنش نمیاد. اینجاست که شیطان احیانا 70 اینطور که علما میگن 70 دروازه خیر رو برات باز میکنه که تو را یه جای گیر بندازه، تو یک دروازه شری رو باز کنه. این هدف شیطان هست. پس خب اینجاست که انسان بایستی اگه پیروی از قرآن و سنت داشته باشه متوجه خطورت این قضیه میشه. هفتمین دروازه که باز میکنه، اگه نتونست اونو مشغول کنه به اموری که حالا خوب هست تا اونو از مهمتر و با ارزشتر باز داره، از اونو مشغول به سنت میکنه که از فرض بازش داره. مثلا نماز شب میگه بخور، نماز شب میخونه، بلند میشه، صبح نماز فجرش، نماز صبحش فوت میشه، یا اینکه به جماعت نمیرسه، به جماعت صبح نمیرسه، یا اینکه میگه که خب میشینه بعد از نماز فجر میشینه تو مسجد برای اذکار و اوراد خوندن، چون اجر و ثواب داره، نمیاد خونه خانواده‌اش رو بیدار کنه، همسرش، فرزندانش رو بیدار کنه برای نماز که بلند شید نمازه. خب این نماز اولاتر هست، واجبتر، فرض هست. اون نشستن شما سنت هست، اونو مشغول میکنه یک سنتی تا اینکه این امری که بایستی به فرزندان کنه، بیدارشون کنه، بلند شید نمازتون بخونید، اونو ترک میکنه. این دروازه هایی است که دقت کنید شیطان وارد میشه، بعد انسان خیلی دقت کنه. حالا اگه این دروازه هم نتونست باز کنه، نتونست فریبش بده، یک انسانی بود که اهل دین، تقوا، پیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم، خیلی انسان عاقل بود، هوشیار بود، دعوتگر بود، به خاطر خدا کارها رو انجام میداد، بر اساس سنت پیامبر هست، میاد جنود خود، لشکریان انسی خودش رو برش مسلط میکنه. اینجاست که دور و مرحله اجرا توسط مجرمین از انسانها فرا میرسد. این خطرناکترین مرحلهش هست. نتونسته تمام اغراءات، تمام فریب هایی که به کار برده، حیله هایی که به کار برده میسر نشده. هر دری روش باز کرد نتونست، فتنه ها نتونست. خب دروازه فواحش، گناهان کبیر روش باز کرد، موفق نشد. اینجاست که مسلط نمودن لشکریان انسی خودش بر این فرد هست. شکنجش میدن، تهمتش میزنن، مسخرش میکنن، از کار بیرونش میکنن، زندانش میکنن و چه بسا تصفیه جسدی هم میشه، ترور میشه، میکشنش، اعدامش میکنن با 100 تهمت و بهتان. این دیگه وقتی واقعا عاجز و ناتوان میشه، پیروان انسیش دیگه وارد میشن و همیشه هم دقت کنید همین گونه است. اینجا یه مسئله مهمی است، چون صحبت از این آخرین حیله شیطان شد، مسئله مهمی در قرآن مطرح شده، اینه که خداوند در شیطان دائما، خداوند در قرآن دائما شیطان را به عنوان دشمنان ما معرفی کرده. شما انسان‌ها، ما انسان‌ها، نگفته که شیطان دشمن من هست. اما
صحبت از این شده دائما در قرآن که انسانهایی هستند که دشمن خدا هستند.